You are in live. What is this? It's not for birthday. های گفتم یه لایوی بذارم از تتومون این بار رو پیج استور که سریعتر این پیج رو میلیونی کنید و فروش محصولاتمون آغاز بشه. همون خشی بگو پیج همون میلیونی کنم. پیج سلطان رو لطفا سریعتر میلیونی کنین. منتظریم محصولات آغاز بشه. بیشتر بگو. اگه پیج سلطان رو میلیونی نکنین مجبوریم جور دیگه رفتار کنیم باهاتون. چه جوری؟ یه بذار ببینم نمیکنن که بعد نشونشون بدم. الان نشونشون میدی؟ والا الان نمیتونم نشون بدم دستم بنده. آقا بذارید نشونتون بده خشی نشونتون. دست به موره بازیه داداش گفتی باید نشون بدی. آقا همه کامنت بدیم نشون بده خشی نشون بده. نمیشه که چجوری چیو نشون بدم اصلا نه. همون که گفتی نشون میدم. میلیونی نکردن هنوز پیجا؟ نه خب بده باید با گوشیت برم از اینجا جای دیگه اقلا نشون بده. همینجا نشون بده. همینجا نشون بده. بچه ها بذارید خشی رو خوش شدش کنم. خشی سلام. نشون بدم. نشون بدی؟ نشون میدی؟ خواستم اتون بگم که پیج فروش رو چرا میلیونی نمی کنی؟ پیج فروش رو میلیونی کنید که محصولات رو بذاریم بفروشیم و یعنی ما آدم های خطرناکی هستیم نشون میدیم گفته باشم ما نشون بده ایم بهتون نشون میدم قیافه رو خشی عینه خیلی به من میاد. این پیج فروش ما رو میلیونی بکنید اگه میشه ما محصولات رو بذاریم برای فروش. محصولات میخوایم بذاریم برای فروش. پیج ما رو میلیونی بکنید که ما محصولاتمون رو بفروشیم. مرسی. این چجوری میشه؟ اوی ایوا سالو شبیه مینا نامداری شدم. شبیه مینا نامداری شدم. فالوورای عزیزم چطورید؟ این چجوری میشه؟ اوه دماغو خشی دماغو این تمه تو چرا اینجوری شدی؟ نه برای من دماغم گنده میشه. دماغم تو حلق همتون بچه ها. شیطان شدم. این به من میاد. اعوذ بالله منم شیطان رجیم. خلاصه هیچی دیگه اومدم برم چشای آبیمو ببینید. اومدم بگم که پیج فروش ما رو سریعتر میلیونی کنید تا ما براتون نسکافه بفرما. دیگه انقدر این خشی به ما سوزن زده دیگه من احساس کنم اومدم پارک سر شده کلا. واقعا سر شدم از دست تو. نگو الان فکر میکنن زیاد تتو بزنن سر میشه بدنشون دیگه درد نداره. نه آقا درد داره خیلی هم داره. این کارو با خودتون نکنید. بشینید تو خونتون اشغالتون رو کنید. چه کاری هر شب سوزن میخورید. من که میبینی کسخولم دوستان. پیجتون رو میلیونی کنید. پیج فروشو جین کازاما کام هیر جین.
Say something. Hello, how are you? We are good. Thank you. What you wanna? بیا یه چیزی sing for us please. What do you want to sing? Anything you want. Anything you want. I want anything you want دیگه. اذیتمون نکن دیگه جین. زیر سوزنی. Don't اذیت us. Sing. Okay. I'll never go far away from you. Even this land will tell you. Now I need you so. For this it's all I know. I'll never go far away from you. Wow! I will never Nice, go far away. baby. Nice. Thank you. Thank you so much. این چه صدای زیبایی داشت؟ جین کازاما. خب خشی حرفی سخنی ما اینجا دیگه 24 ساعت در خدمت هوادارامون هستیم ما. یه ساعت 2 ساعت تو کلاب هاوسیم، 2 ساعت تو لایویم، بقیه‌اش هم تو چنلیم. جدیدن خیلی داریم وقت میذاری سلطان رو شبکه‌ها رو. داشت من میخوام برای هوادارام خیلی وقت بذارم اینم شرمنده میشن یا نه. پس فردا نگن ما حق این آرتیست رو دادیم حلال نبود، بگن ببینن که حلال بود، بیان حق ما رو بدن. ما همه وقتمون در خدمت شماست. چی شده؟ ندایاسی چی شده؟ چرا بچه ها آدم های جدید رو بذارید بیاریم؟ این بچه ها دیگه معروف شدن و به درآمدزایی افتادن و عرضم به حضورت به اندازه کافی معرفیشون کردیم. الان وضعیت زندگیشون همه خوب شده. به نظرم به جای اینکه اینقدر آدم های قدیمی رو بگید بیاد بالا و ازشون یاد کنید، جوانای دیگه رو پروموت کنیم که اونا هم به درآمدزایی بیفتن. آره دیگه خیلی از بچه ها هستن میزنن میخونن، اونا رو سعی کنیم بیاریم بالا. درخواست های مدلی داشته باشید. قربون شما. الان مثلا یه ویو ریکوست این کیه؟ بذار اینو بیاریم. داریوش آفیشیال. داریوش الان میاد میگه یا بره همیشه مومن. داریوش سلام. چطوری داداش؟ سلطان خیلی خوبی؟ خیلی مخلصم. خوبی داداش؟ چه خبر؟ کوچیک سلامتی. من دیدم ریکوست دادی دیگه گفتم بیادبی نشه. آره داداش اصلا فکرش نمی کردم به مولا. شانست داداش، شانسی زدم اومد دیگه. تاج سری دست خوش. یعنی اصلا فکرش نمی کردم، دراز کشته بودم گفتم بزنم اینم شاه قبول کرد. تاج سری حرفی سخنی فرمایشی ای داری؟ قربونت عشقی، ما خیلی دوست داریم. قربونت برم آقا داریوش. بچه کجایی؟ عشقی به مولا. شیراز. شیراز. کو کاکو. کاکو. شیرازی ها عشقن داداش. اتفاقا مخلصتم. ما یکی از رفیقای خوب اون سیاه والتون رو باید بشناسی دیگه. شیرازیه و شیراز به واسطه سیاه زیاد اومدیم و میایم هم در آینده باز انشاءالله. قربون داشتی. اگه صحبت خاصی نداری برو پایین که یکی دیگر رو بیاریم. والا صحبت زیاد دارم ولی همش یادم رفته. داشت امیر عشقی به مولا. قربونت برم تاج سری آقا داریوش. خیلی خوشحال شدم. قربانه همچنین. چاکرم. خدا نگهدارت باشه. مخلصم. خداحافظ. این هایت رو باید بزنم. هایت اشتباه شد. یه کار کردم دیگه اون هیچ وقت نمیتونه فکر کنم ما رو ببینه. داریوش هایت شد. داریوش راهشو پیدا میکنه. داریوش خودش راهشو پیدا میکنه. آره. علی تتلیتی زدم اومد. چرا خاموشیه؟
سلام سلطان. علی تتلی پشمام. چطوری؟ عشق سلطان پشمام. نریزی کف اتاق داداش. چی؟ پشما تو. الان نمیبود. چاکرم، چه خبر؟ سلامتیتون. چرا اینقدر استرس دارید؟ اومدی دزدی؟ من باورم نمیشه. چرا اینقدر میگم استرس داری رفتی دزدی؟ نه باورم نمیشه. منم متخابی بودم. منم شیرازی هم مثل قبلی. به به امشب شب شیرازه. آره. پس بذار آهنگ دختر شیرازی رو برات بخونم. خون سلطان. دختر شیرازی ناز تو بنازم، دختر شیرازی ناز تو بنازم، بیا بریم تو زیر زمین کار تو بسازم. به چاکرم داداش، بهت خوش من بگذره. نوکرم همچنین عشقی. تاج سری سلطان چجوری باید خدافزی کنم باهات؟ سلطان یه اسکرین شات نمیشه بگیرم؟ بگیر داداش، بیا با خشی هم بگیر، با ما بگیر. چیشه مرسی. گرفتی؟ آره دمت گرم. خودت برو پایین که من نزنم یهو بلاک بشی دوباره. چشم. فعلا قبلی خدا. اشتباهی بلاک کردم. فعلا خداحافظ. داشتم این آقای بابک دباغ یکی از بچه‌هاست که از اولین نفراست پیش سفارش شده بود اشتام رسیدن آنکاراست. آقای بابک دباغ چیزش. آقای بابک دباغ بیاد بالا. بیا تو دم در بعد آقای ازم. آقا بابک کامنت بذار که ما کامنت تو ببینیم. رو کامنت آقای بابک دباغ تشریف بیارید کامنت بذارید که من شما رو بیارم بالا داداش. بابک دباغ، روی بابک بنویسم اینجا. بابک دباغ پیدا کردمه. بابک دباغ پیدا کردمه. میتونی در بری. سلام. سلام علیکم. سلام بابک چطوری؟ تیشرت تو مبارک. مرسی سلطان. تیشرت 5 میلیونی خریدی، پولداری یا کلک؟ سلطان تتو آرتیستم. الان دارم با اجازت دارم تتو میزنم. یکی از بچه‌ها داره برام مدوسا میزنه. به 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 دمت گرم. عشق ما منی زیر اینجا. خطاییم با آخشی. آره میبینم داداش. ایول عشقای منی. داش تیشرت رو راضی بودی؟ ببین بد سمه واقعا سلطان، واقعا بد سم. بذار نشون قشنگ هستی. تیشرت قویه ناموسن. حالا که اینطوریه به 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 خیلی بسیار سمه. آره اینو خانوما حالا میتونن بپوشن، براشون گشاد و بلند وای میسه به منتها بدون شلوارک. آره. یه حالت یه سره براشون وای میسه، خیلی گنگ و باحال میشه. آره درست میگی واقعا. خیلی نابیه. چاکرم برادر، خیلی مخلصم. شبتون بخیر باشه. آیدلی واقعا جات اینجاست، جدی میگم. خیلی چاکرم داداش. واقعا جات سلامت اینجاست. باشی. یعنی ضربان قلبم الان رو هزاری که کسی باید. خیلی چاکرم. انشالله که سلامت باشید و خوش بگذره بهتون. شما هم تنها سلامت باشه. با موزیکات همیشه ما انرژی بدیم. ما هم ساپورتت میکنیم همه جوره. بدون که دمت گرم. مرسی که تیشرت رو خریدی. مبارکت باشه. انشالله به شادی واقعا بپوشی. خیلی نابی. یعنی جنسش اینا قشنگ سمی و دیگه میبینید چه جوری خوب و اینجوری اوورسایز وایساده. ببین پشت گردنت هم به ما نشون بده. آها این تیکه از پشت گردنه در میاد. آره بذار من کلام در بیارم. این میتونه اونجوری هم وایسه. آره این اینجوری در میاد و فوق العاده. دقیقاً برای اون ژله‌هاش هم نشون بده که برای نشونه اصل بودنش اونا رو کندی ازش. نه دارمشون سلطان. بکنم که نگه میدارم. آره اینا هم که آره این یه چرم خیلی خفنه. میخوام با پرچم سلطان
این هم که میبینین دوباره پرچم سلطانه که باعث افتخاری که تن منه و خیلی دوست داشتم یه دونه ویدیو بسازم سلطان راجع به این که حالا چجوریه کیفیتش چجوریه، چون که واقعا اصلا سراستینش یا جنس مثلا این تیکه پایینش و این داخلش و اینا واقعا کار حرفه‌ای، یعنی می‌خواستم بعد می‌دونی داداش این آستینش از حالت عادی یه ذره بلندتره که همین پاپی وایسه، همین که لبش کش داره، بدی بالا هم بالا وای میسه، با پاپی وای میسه. بده به آره یه دقیقه که آجیمون تتر سلطان خودش شیر خرشه لامصب هیچی نمیرسه پاش اصلا، جنراتور میشه لامصب اینقدر خوبم که انگار رو کاغذم، لشم و بانزمم، ببین جنرال منم اما بامزم، ولی بترسه با این حال ازم، تو اصلا قاطی ما نمیشی راتم اگه بدیم آولفر، چون به ما نمیخوری آدم خست، بگو یا تتل به جای یا اولفر. بابا دمتون گرم عشق منی سلطان. آستینا رو دادی بالا گنگتر شد داداش، اصلا آستین رو دادم بالا خوی گنگی و فبران تر از تو. ببین ساعد رو باید تتو بزنی ها. آره داشتش ساعد رو باید تتو بزنی که آستینا رو میدی بالا از ساعد بیفته بیرون تتو. چشم داداش سری داداش خیلی خوشحال شدم، انشالله که بهتون خوش بگذره، به دوستان سلام برسون. به تو هم همینطور، انشالله که همین جوری تتوها رو ادامه بده نابی و مطمئنم که در سطح جهان واقعا میترکونی. عشق منی قربونت داداش، کلی انرژی خوب. 1 1 2 2 8 برای تو. تاج سری شبت بخیر، خودت قطعش کن که من یه موقع هایدت نکنم. باشه عزیزم. شاکر. خب اینم از این دوستمون آقا بابک بود اسمش، آره که تیشرت میخوامو خریده بود و خوشحالم که انقدر خوشش اومده بود و راضی بود. خداییش هم تیشرت با کیفیتیه، واقعا چیزیه که خودم میپوشم. میگه آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این دقیقا همون چیزیه که من خودم پوشیدم و باهاش چند تا جلد آلبوم ها و کوروش درست کردیم. 2 تا قربان شما 2 تا 3 تا از جلدهای آلبوم ما با این تیشرت میخوامه، پس نشون میده که تیشرت قویه دیگه. تن خودم هست دقیقاً، اونی هم که تن خودمه دقیقاً با همین جنس با همین کوالیتی، همین که الان تن آقا بابک بود عین همین تن من هست. اینه که به خاطر همین که عرضم به حضور کم دیگه، کلا 100 نفر میتونن اینو داشته باشن در جهان. آبیش هم که میزنیم برای افرادی که آبی بازن، مثلا خود آقا یزدان آبی بازه، استقلالی، آقا کوروش قرمز بازه. آره به خاطر همین تیشرت خودم که اونی که تن خودم بود و روی جلدا بود و که $20,000 میخواستم بفروشم و دادم به کوروش. اون یکی تیشرت خودم هم آبیشو بعدا میدم با آقای عزیزان. مرسی. آره. اینم از این دیگه. چه خبر؟ کی تموم شد؟ آسمان تموم شد؟ هاشو نزدم فقط. یه نشون میدی به ما؟ دستت موبایلمو خراب نکن. کلا همه رو نشون بده. دوستان فیلم بگیرید، عکس بگیرید، از تتوهای جدید داشته باش. نه شما رو نمیگم، این بچهای لایو میگم. این تتلو رو امروز رفرش کردیم. آبو داشتیم دیروز هم قسمت رو رفرش کردیم. زیادم یکیشون هم همه بردم. علامت دست تتلیتی که همین بابکینا هم الان نشون دادن. گل و یه گل که البته اینا پوست شده دیگه. بله داره هیلد میشه. رفرش کردیم. میبرم که همه رو رفرش کردیم و همین میدوسا هم که اونا داشتن میزدن و ما زده بودیم. این شیره رو زدیم. الان هم که اینجاییم. روز هم جگوار رو سفید زدیم و آسمونش رو رنگ کردیم. خب خواهش میکنم دوستانی که پیج رو فالو نکردن، پیج استورو، لطفاً یک دکمه فالو رو بزنن، ما سریعتر میلیونی شیم، محصولاتمون رو بذاریم واسه فروش.
چه محصولاتی داری جدید؟ آقای یزدان بریم ببینیم خدمتتون بگم که ما الان 2-3 نمونهشو من براتون پست گذاشتم که ببینین، خیلی بیشتره. یه دونه باکس تتلیتی داریم براتون در نظر گرفتیم پلنشو که یک سری محصولات تتلیتی با لوگوی تتلو دیزاین شده در اون باکس قرار میگیره که اونم به زودی بعد از میلیون شدن پیج میذاریم براتون. یه دونه گیم داریم طراحی می‌کنیم، یه پلتفرم حالت گیم هستش که داریم روش کار می‌کنیم، اونم بعد از میلیون شدن پیج میذاریم و خیلی چیزهای دیگه که اضافه می‌کنیم. دمت گرم. روی پیج همین استورمون امیر تسلو نقطه استور. بعد روی پیج تتومون هم که همون خشی خیلی کم کاری رو پیج ها. روی پیج تتوم من از هفته آینده قول دادم آموزش‌های لایو بذارم. خب از مبتدی میخوام شروع کنم، چون احساس کردم بچه‌ای که اینستاگرام دایرکت میدن همه میخوان که از مبتدی شروع کنن و شرایطی ندارن که کلاس و دوره‌های آموزشی رو برن ببینن چون قیمتش زیاده، ولی من براتون میذارم. فقط باید پیگیرمون باشن و پیج شما رو. دوستان چقدر حرفای زشتی و چقدر کامنت‌های بی‌تربیتی و چقدر فضولی و چقدر بی‌ادبی به رفیقای ما تو کامنت هاست. چرا واقعا ما این همه وقت می‌ذاریم براتون، باید بی‌ادبی هم بکنید. انرژی منفی انقدر ندید، انرژی مثبت بدین. ببخشید آخرش. بله خلاصه بهشون قول دادم و از هفته آینده شروع می‌کنم. دمتون گرم. خوشم نمیاد از کامنت هایی که میدید، بار انرژی که میده بار منفی. لایک و کامنت یادتون نره. ساب کن ویدیوهای بعدی را از دست ندی.